دست دوم چه فوتبالی یه سری رضا و امیررضا با هم امیرحسین و عرفان قبلش سر اینکه کی زودتر شروع کنه میخوام بگم دستت بگیر دستت بگیر گرفتی جلو ماشاءالله بود دو دست 50-50 میزنه دیگه چیکار کنم آخه یه دستت اینجوری بود یه دستت اینجوری قائدی سامان قدوس شهریار مقانلو سردار سعید عزت‌الله که اسپانیایی بلده درسته 6 تا شد دیگه 5 4 امید ابراهیمی 3 2 1 تمام احمد نورلایی رو نگفتی؟ جواب وای فاک 5 همینه که جلو آمریکا بودن بگو دیگه جلو آمریکا بودن کیا بودن بگو 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 دیگه بشمور طارمی طارمی سردار 3 2 ترابی ترابی شجاع خلیلزاده نه نورافکن میلاد محمدی میلاد محمدی داداش دارم میگم داداش نورافکن اصلا جام جهانی نبود جام جهانی چیه کس میگه جلو خب تو داشتی اسم کجا بازی کردن دارم میگم میلاد محمدی آقا یکیتون گفت نورافکن بنداز دارم ناله میکنم قبول نکردن بابا یک بازی با تیم‌های اروپایی در جام جهانی امیررضا پیروان بمشید علیرضا بیران نمیشه طارمی احمد نوراللهی سامان قدوس مهدی قائدی شهریار مقانلو سردار آزمون سعید عزت‌اللهی 6 بود پرسپولیس استقلال فولاد سپاهان ملوان شده فولاد گفتیم 4 تا 2 تا دیگه بگو استقلال خوزستان خب 5 تا یه دیگه هم بگو. 5 پاس این چه تصمیم این چه آقای دارد آقای دارد خونه به خونه داماش گیلان ملوان بندرانزلی شموشک نوشهر شموشک نوشهر خیلی داره حرف میزنه آقا تو شک نگو شموشک نوشهر استقلال مولاسانی کاله استقلال مولاسانی کاله تیم نیست کاله تیم بود پگاه بود کاله والیبال داداش پگاه منظورم چون لبنیاتی بود اتفاقا یه دیگه بازی کردن گفت رندوم است به لبنیاتی رو درست کردن یک آک بر سر تیم و لباس زرد سپاهان درست یک بازیکن خارجی آقای گل ایلینیو ایدینیو پدیگرا بابا خب بده من بابا یک پاس ریختنه داوره تیم سقوط کرده به دست پایین باری کلا بزن قلبش 3 میخوام ما اینجا این آره وکیلش الان میاد آقا این دفعه قبل نگاه کردم خب 3 تا بازیکن ایرانی زنده گل تو لیگ قهرمانان رو علی دایی سردار آزمون مهدی طارمی 4 ولی